سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جای جهان که هستین حالتون خوب باشه. نازی هستم، به کانال خودتون خوش اومدین. دوستان، امشب میخوام ببرمتون به کشور پاکستان تا 2 پرونده وحشتناک جنایی رو براتون روایت بکنم. غزاله جاوید متولد سال 1988 در منطقه سوات از ایالت خیبر پاکستان. اسم پدرش محمد بود و اسم مادرش نشاط بیبی. یک خواهر و برادری هم داشت به نام فرحت و کامران. شغل پدرشون یعنی محمد جاوید نوازندگی و آوازخوانی در محافل عروسی بود، کلا تو جشن‌ها. این 3 بچه هم از همون اول عادت کرده بودن. هر موقع که محمد جاوید میرفت به اون جشن‌ها، جایی که دعوت بود، بچه‌ها هم اکثر مواقع با خودش می‌برد، مخصوصا این 2 دختر رو، غزاله و فرحت. غزاله از 6 سالگیش به همراه خواهرش شروع کرده بودن به رقصیدن و آواز خوندن و کم کم پدرشون اینا رو وارد حرفه خودش کرده بود. این بخش داستانشون منو یاد بچگیای لیل و فروهر و گوگوش انداخت. یک جورایی بین این 2 خواهر غزاله استعدادش خیلی بیشتر از فرحت بود، تا جایی که همه متوجه میشن که چقدر صدای قشنگی داره غزاله و بیشتر روش سرمایه گذاری میکنن، مخصوصا پدرش. تا اینکه دیگه وقتی 15-16 سالش میشه کاملا به عنوان یک خواننده حرفه‌ای پا به عرصه موسیقی میذاره. آروم آروم به یه شهرتی میرسه، هم توی پاکستان هم توی افغانستان، تا جایی که بهش لقب بلبل سوات رو داده بودند، همون اسم شهرشون. ولی خب غزاله و خانواده‌اش فقط تا سال 2007 تونسته بودن تو شهرشون بمونن. بعدش مجبور شدن برن به پیشاور. دلیلش هم این بود که طالبان پاکستان دره سوات رو تصرف کرده بود، اشغال کرده بود و اینها مجبور شده بودن که برن به پیشاور. وقتی به اونجا نقل مکان میکنن، غزاله همچنان به کار خودش داشته ادامه میداده و کنسرت‌های زیادی رو برگزار میکرده. اوج محبوبیتش بین سالهای 2008 تا 2010 بود. و چون چهره خیلی ناز و قشنگی هم داشت، بیشتر جلب توجه میکرد. برای اجرای کنسرتاش هم به کابل زیاد میرفت، هم به دبی. این 2 شهر جز شهرهایی بودن که غزاله خیلی بهشون رفت آمد داشت. و حتی دستمزدی هم که بهش پرداخت میشده بابت اون کنسرتاش به نسبت بقیه خواننده‌های شناخته شده خیلی بیشتر بوده. مثلا تا جایی که من خوندم تو این خبرگزاری‌های پاکستان و افغانستان، مثلا خواننده‌های مطرح اون موقع افغانستان و پاکستان اگه مثلا $7,000 میگرفتن، غزاله $15,000-16,000 بابت هر کنسرت درآمدش بود. خب الان میرسیم به تاریخی که غزاله ازدواج کرده. تاریخ ازدواجش دقیقاً مشخص نیست. تو یک سری خبرگزاری‌ها نوشتن سال 2010، یه سری جا نوشتن 2011. حالا ما بین این 2 رو در نظر میگیریم. ازدواج غزاله یک ازدواج احساسی و عاشقانه نبوده. کاملاً سنتی بوده. یک خواستگار خیلی سمجی داشته از سرمایه‌داران و ثروتمندان شهر پیشاور، شخصی به نام جهانگیر خان که از مدت‌ها قبل پیگیر غزاله بوده. ولی خب غزاله خیلی مایل نبوده، روی خوش نشون نمیداده، تا اینکه مادر غزاله اصرار میکنه و دخترش رو راضی میکنه که میگه با بیا باش ازدواج بکن، خیلی آدم پرنفوذیه. غزاله در نهایت راضی میشه و با جهانگیر خان پای سفره عقد میشینن. ولی خب قبل از عقدشون غزاله یک شرط خیلی مهمی رو با جهانگیر خان در میون میگذاره و بهش میگه ببین، من عاشق شغلمم، من عاشق آواز خوندنم، نباید با این حرفه من، با این کار من مخالفتی داشته باشی. و اون در جواب بهش میگه ببین، من با شغل تو مشکلی ندارم، فقط منم یه شرطی دارم، اونم اینه که میتونی کنسرت بگذاری، تو کنسرت ها بخونی، ولی تو محافل عروسی نه، عروسی ها رو دیگه نباید بری. و غزاله قبول میکنه، میگه خیلی خوب باشه، فقط کنسرت میذارم. ولی چند وقتی از ازدواجشون نگذشته بود که مشخص میشه جهانگیر خان داشته دروغ میگفته، به خاطر اینکه اجازه اجرای هیچ برنامه‌ای رو دیگه به غزاله نمیداد، هیچ چیزی، و مطلقاً با آواز خوندنش مشکل داشت و مخالفت میکرد. و هیچ چیزی بدتر از این نیست که شما بخواید یک خواننده‌ای رو که عاشق شغلش هست رو صداشو خفه بکنین و حبسش بکنین. واقعاً باعث افسردگی و مرگ تدریجی میشه. و غزاله هم از این قاعده مستثنا نبود و روز به روز داشت پژمرده و پژمرده تر میشد. ولی چیزی که باعث شده بود تو تصمیمش برای جدایی از جهانگیر خان نقش مهمتری رو ایفا کنه این بود که فهمیده بود این آقا زن و بچه داره. یعنی قبل از اینکه با غزاله ازدواج بکنه از سالیان سال قبلش هم یک همسری داشته و هم بچه داشته.
و اینطوری میشه که با اینکه فقط 6 ماه بوده که اینا ازدواج کرده بودن، غزاله درخواست جدایی میده و در نهایت با تمام سنگ اندازی‌ها و مخالفت‌های جهانگیر خان ولی بالاخره طلاق میگیرن. بعد از طلاق غزاله حالش خیلی خوب شده بود، انگار دوباره به دنیا اومده و باز هم کار خوانندگیش رو آغاز میکنه. خب توی همون شهر خودشون بودن که توی پیشاور بودن. اولش از محافل عروسی شروع میکنه، جشنایی که دعوتش میکردن و خب عروسیای معمولی نمیرفت دیگه، جاهای خیلی مثلا سرشناسی میرفت، مثلا خانواده‌های سیاسی، خانواده‌های سلبریتی‌ها و اینها. پول خوبی هم داشت در میآورد و شهرتش دوباره جون گرفته بود. ولی همزمان با اینکه غزاله خیلی از زندگیش راضی بوده و داشته توی صحنه‌ها خوش می‌درخشیده، یک نفر این وسط بود که اصلا خوشحال و راضی نبود و داشت خودش رو می‌خورد و عذاب می‌کشید و اون کسی نبود جز جهانگیر خان، شوهر سابق غزاله. بارها و بارها سعی می‌کنه با غزاله ارتباط بگیره و یه جوری التماسش رو می‌کرد که ببین بیا دوباره با هم آشتی کنیم، به هم دیگه رجوع کنیم، من فقط تو رو دوست دارم، من عاشق تو هم، بیا دوباره با هم ازدواج بکنیم، من غلط کردم، اشتباه کردم فلان. ولی غزاله اصلا زیر بار نمیرفت. خب هفته‌ها و ماه‌ها میگذره تا اینکه میرسیم به تاریخ 18 جون سال 2012. اون روز غزاله توی یک آرایشگاهی بوده و منتظر بوده که پدرش با ماشین خودشون بیاد دنبال غزاله، اونو برداره و برن به یک جایی. پدرش میره، غزاله سوار میشه، بعد توی خیابون همینطور که داشتن میرفتن ناگهان یک موتوری بهشون نزدیک میشه و شروع میکنه به گلوله بارون کردن اینها. اون موتوریه بلافاصله فرار میکنن، ولی خب مردم سریع جمع شدن اونجا و با آمبولانس و پلیس تماس گرفته بودن. هم غزاله هم پدرش آقای محمد جاوید به شدت زخمی بودن، هر جفتشون رو میبرن بیمارستان. پدر غزاله خیلی زودتر از غزاله جونش رو از دست میده. غزاله هم توی بیمارستان فوت میکنه، در واقع کشته میشه. این خبر خیلی تکان دهنده بود، هم توی افغانستان هم توی پاکستان مثل بمب ترکیده بود. همه جا تیتر زده بودن بلبل سوات، بلبل پاکستان کشته شد به همراه پدرش فلان. یعنی واقعا خیلی وحشتناک بود. خانواده‌اش اصلا باورشون نمیشد، مردم همگی جمع شده بودن، خیلی ناراحت بودن. کلا این دختر رو همه دوستش داشتن، هم به خاطر اخلاقش، خیلی دختر متواضعی بوده، خیلی مهربون بوده و واقعا صدای قشنگی هم داشته. پلیسا اینجا طبیعتاً سریع وارد ماجرا میشن و با اولین کسی که صحبت میکنن خانواده غزاله بوده، یعنی با مادرش. و خب مادرش یک اسمی توی ذهنش بوده، اسم دیگه به ذهنش نمیرسیده و اون هم جهانگیر خان بوده. نشاط بیبی مادر غزاله برای پلیسا همه چیز رو تعریف میکنه، از اون ماجرای پرهیاهوی طلاقشون تا اذیت‌های بعد از طلاق جهانگیر خان و اصرارهایی که به غزاله میکرد برای آشتی. خب پلیسا میرن به آدرس جهانگیر خان ولی پیداش نمیکنن. همه جا رو زیر پا میذارن، هر جایی که به فکرشون میرسید میگردن ولی هیچ خبری نبود. روز اول، روز دوم، روز سوم، هفته اول، هفته دوم، هفته ها میگذره ولی هیچ خبری از این آدم نبود. تا اینکه بالاخره بعد از 8 ماه موفق میشن پیداش کنن و دستگیرش بکنن. ولی خب جهانگیر خان همه چیز رو انکار کرد و هیچ چیزی رو قبول نمی‌کرد. میگفتش که اینا همش بهتونه، اینا همش اتهامات بی اساسه، برای وجهه من خیلی بد این حرفایی که دارین میزنید و اینها. ولی تحت بازجویی‌های خیلی فنی پلیس که قرار میگیره لب به اعتراف میگشاید و همه چیز رو توضیح میده. میگه من عاشق غزاله بودم، تنها زنی بود که براش میمردم، خیلی دوستش داشتم، ولی اون خیلی سرخورد شده بود، الکی زندگیشو خراب کرد، منو گذاشت رفت. مگه من براش چی کم گذاشته بودم؟ اصلا زنی که فقط 6 ماه با شوهرش زندگی بکنه و رهاش بکنه و بره مگه سزاوار زندگی کردنه؟ منم تصمیم گرفتم جونشو بگیرم. اگه قرار نیست مال من باشه، برای هیچ کس نباید باشه. میگه 2 نفر رو استخدام کردم به نامهای محمد اقبال و انظارالحق. اینا همون 2 تا سرنشین موتور بودن، ولی خب اونا رو نتونستن دستگیرشون بکنن چون فراری بودن. خب بیایم برسیم به بخش خیلی شیرین دادگاه‌ها. صبر بکنید اینجا. در تاریخ دسامبر 2013 جهانگیر خان رو به اعدام محکومش میکنن و همچنین به پرداخت یک مبلغی به عنوان غرامت به خانواده غزاله. خب این خیلی خبر خوبی بود و توی افغانستان و پاکستان همه خوشحال بودن که این آدم به سزای اعمالش میرسه. میگذره این آدم درخواست تجدید نظر میده و تو بحبوحه بود که یهو خبر میرسه که خانواده غزاله یعنی مادرش نشاط بیبی بخشیده جهانگیر خان رو و گفته که ما میبخشیم قاتل رو.
و اینطوری میشه که در ماه می 2014 حکم جدیدش میاد و میگن چون خانواده مقتول بخشیدن و گذشت کردن حکم اعدامش لغو میشه، ولی همون مبلغ غرامت رو بعد بده. یک مبلغی رو تعیین کرده بودن که مبلغ قابل توجهی بود که خب اون هم داشته دیگه، پولش رو با خوشحالی و اینا قبول میکنه، میگه باشه، پولو پرداخت میکنه به نشاط بیبی. و اونجا بود که مردم و رسانه ها داشتن میگفتن که مادر غزاله خون دخترش رو معامله کرد. و دقیقاً 1 ماه بعد از ابلاغ این حکم جهانگیر خان از زندان آزاد میشه. البته به نظر من داستان به این سادگی ها نبود. من احساس میکنم کاملا خانواده‌اش رو تحت فشار گذاشته بودن و تهدیدشون کرده بودند، به خاطر اینکه یک آدم بسیار پرنفوذ و ثروتمندی بوده و خب نمیخواسته اعدام بشه. هر کاری از دستش برمیومده قطعا انجام دادی که رضایت مادر غزاله رو بگیره. و این آدم فقط چند ماه رو توی زندان گذرونده بود و خون غزاله به طور خیلی واضح و روشنی پایمال شد. خب دوستانی بود از پرونده اولمون تو این ویدیو از پاکستان. قبل از اینکه بریم سراغ پرونده دوم که اون هم خیلی پرونده معروف و دلخراشیه، اگر نظری راجع به این پرونده اول دارین خوشحال میشم توی بخش کامنت ها بنویسین تا با هم دیگه تعامل داشته باشیم. دوستان باید ببرمتون به منطقه قصور در ایالت پنجاب پاکستان. در تاریخ 4 ژانویه 2018 یک اتفاقی رخ میده که هنوزم که هنوزه مردم پاکستان وقتی یادش میفتن 4 ستون بدنشون میلرزه و نمیتونن باور بکنن. میخوایم راجع به دختر 7 ساله‌ای به نام زینب امین انصاری صحبت بکنیم. زینب دختر کوچولو خیلی خوشگل و ناز بود، خیلی باهوش، خیلی درس خون و همچنین عاشق قرآن بود. دوست داشت قرآن یاد بگیره و قشنگ بتونه بخونه و از حفظ باشه. برای همین خانواده‌اش زینب رو تو کلاس‌های قرآن ثبت نامش کرده بودن تو همون منطقه خودشون، توی بخشی از منطقه قصور. پدر و مادر زینب قرار بوده که برن به سفر حج و از اونجایی که زینب رو نمیتونستن به خودشون ببرن، حالا به دلایلی نمیخواستن، چون بچه بوده و اینها و مدرسه داشته، تصمیم میگیرن که زینب رو بسپارن به خانواده داییشینا، داییش و همسرش. دایی و زندایی زینب آدمای جوونی نبودن، یه خورده سن و سالدار بودن و مریض. یعنی اینطوری نبودن که بتونن هر لحظه مراقب زینب باشن و رفت آمدش رو دقیق کنترل بکنن. برنامه زینب هم اینطوری بوده که سر 1 ساعت خاصی بعد میرفته به اون کلاس قرآنش و خودش برمیگشته. ولی اون روز یعنی 4 ژانویه 2018 دایی و زندایی زینب هر چقدر منتظر میشن هیچ خبری از زینب نمیشه. قرار بوده ساعت 6 و نیم اینطورا دیگه برگرده خونه، ولی خبری ازش نبود. همه جا رو میگردن، میرن به اون کلاس قرآن، سراغش رو میگیرن و اونا میگن که خیلی وقت از اینجا رفته بیرون، ما نمیدونیم. و اینطوری میشه که اونها هراسون میرن سریع سراغ پلیس و ماجرا رو باشون در میون میگذارن. ولی خب مثل همیشه که شما هم میدونین، منم میدونم، اینجور وقتا پلیسا چی میگن؟ باید 24 ساعت بگذره فلان، بعد ما بررسی میکنیم و اینها. چقدر من از این جمله بدم میاد. تصور کنیم بچه 7 ساله گم شده و اونا میگن حالا میگردیم پیداش میکنیم دیگه، هر جا رفته باشه برمیگرده. واقعا مسخره است. خب دایی و زنداییش دیگه چاره‌ای نداشتن، بعد به پدر و مادر زینب توی عربستان خبر میدادن، بهشون خبر میدن و اونها سراسیمه با اولین پرواز برمیگردن به پاکستان. خلاصه 24 ساعت هم میذاره و خبری از این دختر کوچولو نمیشه و بالاخره پلیس زحمت میکشه و به طور جدی پرونده رو میگیره دستش. خب اونجا پلیسا اولین کاری که میکنن اون مسیری رو که زینب هر روز کلاس قرآن میرفته و برمیگشته رو چک میکنن. اونجا یه دوربین مداربسته بوده و اونجا میبینن که زینب دست یک مرد جوونی گرفته و داره میره. منتها چون زاویه دوربین طوری بوده که اینها رو از پشت فقط داشته نشون میداده، نتونسته بودن شناساییش بکنن. تا اینکه 5 روز بعد از مفقود شدن زینب، ناگهان اون روز توی یکی از این ساختمونای نیمه کاره شهر جسد دختر کوچولو رو پیدا میکنن. وقتی نزدیکتر میشن میبینن که اون کسی نیست جز زینب. اون دختر کل بدنش کبود و زخمی بود و مشخص بود که خفه شده. سریع انتقالش میدن به پزشکی قانونی و اونجا هم تایید میکنن که از طریق خفگی این دختر به قتل رسیده، ولی در طی تحقیقات پزشکی دقیق‌تر و کاملتر مشخص میشه که این بچه به دفعات خیلی زیاد و با شدت خیلی بالا مورد تعرض قرار گرفته. و قسمت تلخ دیگر ماجرا این بود که این بچه دقیقاً توی زباله ها بوده.
یه ساختمون نیمه کاره‌ای بوده که بخشیش یعنی بخش بیرونیش پر از آتش‌غال و زباله بوده و اون بچه زیر اون زباله‌ها بوده. ولی چیزی که توجه پلیس رو بیشتر به خودش جلب کرد این بود که این شکل مفقودی و تعرض و قتل زینب خیلی شبیه بود به اتفاقی که قبل از زینب سر چند تا بچه دیگه هم اومده بوده دقیقاً تو همون شهر و پرونده اون بچه‌ها اون قربانیان باز بوده و نتونسته بودن قاتل رو دستگیر بکنن. ولی چیزی که دست پلیسا بود این بود که نمونه DNA که قبلا از اون بچه‌ها از اون قربانیان قبلی داشتند رو تونستن تطبیق بدن با نمونه DNA که توی لباسای زینب بوده و می‌بینن که بله مال یک نفره، یک شیطان صفت بوده که تمام این بلاها رو به طور زنجیروار داشته سر بچه‌های محله می‌آورده. خب دوستان همون موقع تو همون روزا به حدی داستان زینب سر و صدا کرده بوده و مردم خشمگین شده بودن که ریخته بودن توی خیابون داشتن تظاهرات می‌کردند و تظاهرات معمولی نبوده، یعنی قشنگ داشتن با پلیسا می‌جنگیدن توی خیابون، جنگ خیابونی شکل گرفته بوده تا حدی که پلیسا سمت مردم شلیک کرده بودن و 4 نفر زخمی میشن که 2 نفرشون فوت میکنن، کشته میشن. یعنی تو تظاهراتی که به خاطر زینب بوده 2 نفر هم همونجا کشته میشن و اون پلیسی رو که شلیک کرده بوده سمت مردم رو کلاً از کار برکنارش میکنن. خب اینجا حساسیت ماجرا به حدی بالا بوده و اینقدر فشار از سمت مردم زیاد بوده که میگفتن هر چه سریعتر باید این آدم پیدا بشه وگرنه ما اصلا نمیتونیم اجازه بدیم بچه‌مون 2 دقیقه از ما دور بشن. ما الان اصلا بچه‌مون امنیت جانی ندارن. خب به خاطر التهاب این ماجرا پلیس واقعا همه کوشش خودش رو میکنه و یه تصمیمی به خودشون میگیرن. میگن که ما دور بیفتیم توی همین شهر، توی این منطقه، به بهانه اینکه برای پروژه بهداشت و سلامت و اینا به خون همه نیاز داریم، نمونه خون همه رو بگیریم، بعد با اون DNA که دست خودمون هست تطبیقش بدیم، ببینیم بالاخره کی این کارو کرده. و واقعا هم این کارو میکنن، راه میافتن، از 1150 نفر نمونه خون میتونن بگیرن تا اینکه در تاریخ 23 ژانویه یعنی فقط 14 روز بعد از پیدا شدن جسد زینب میاد پلیس و اعلام میکنه که ما بالاخره تونستیم اون شیطان صفت رو شناساییش بکنیم. این یعنی که یکی از اون نمونه خونها مچ شده با اون نمونه DNA که دست پلیس بود. و خب چند ساعت بعد اسمش رو هم میگن. اسمش عمران علی بود، عمران علی 24 ساله. این آدم متولد سال 1993 بود و تعمیرکار کولر بود. میرن دستگیرش میکنن، میارن و اعتراف میکنه. میگه آره من کارم تعمیر کولر بود و هر جا که صدا میکردن و من میرفتم تو این خونه ها، هر جا میدیدم یه بچه کوچیک دارن، سریع تو ذهنم نقشه میکشیدم چیکار کنم اینو چجوری بدزدمش و اون بلاها رو سرش بیارم. میگه اون روزم داشتم رد میشدم، زینب رو دیدم ساعت 6:30 عصر اینطورا بود. دیدم داره برای خودش راه میره، احتمالاً داشته میرفته سمت خونه‌شون از کلاس قرآن که داشته برمیگشته. میگه چون میدونستم پدر مادرش رفتن حج، چون خب توی محله بودن دیگه، همه همدیگه رو میشناختن و قبلا هم رفته بوده خونه اینا برای تعمیر کولر و اینا. میگه برگشتم بهش گفتم ببین مام بابات اومدن توی ایستگاه منتظر تو ان، منو فرستادن که تو رو بردارم بریم پیششون. میگه اونم باور کرد، گفت باشه بریم فلان. میگه دست منو گرفت و راهی شدیم. میگه خب ولی نقشه من چیز دیگری بود. من میخواستم ببرمش به اون ساختمون نیمه کاره، جایی که میخواستم چند روز نگهش دارم و شکنجهش بکنم. میگه نزدیک اون ساختمون که شدیم زینب برگشت گفت اینجا کجاست؟ اینجا چرا انقدر پرته؟ مام بابای من کجان؟ میگه همون لحظه سعی دهنشو گرفتم و رفتیم داخل ساختمون. همونجا میگه دست و پاشو بستم و آزار و اذیت‌ها و شکنجه‌هام شروع شد به مدت 4 روز. نه غذایی به اون بچه داده بوده نه چیزی، فقط آب بهش میداده با یک تیکه نون. 4 روز تمام میگه ساعت‌ها من این بچه رو اذیتش کردم، هر کاری دلم می‌خواست باش کردم. و روز آخر که دوباره رفته بودم سراغش دیدم خونریزی خیلی شدیدی داره. اونجا بود که با خودم گفتم نه دیگه الان من باید از شر این خلاص بشم. میگه با دستام گلوشو گرفتم و به سرعت نفسش تموم شد. همونجا کشوندمش اون پشت مشتا که آشغال مشغالا بود، زیر اون آشغالا انداختمش و از اونجا دور شدم. و خب متعاقباً به جنایت‌های قبلیش هم اعتراف میکنه، اون بچه‌ای که قبلا گم شده بودن. زینب के कातिल को गिरफ्तार करा दिया है। उसका नाम इमरान है और वो वहीं कसूर का रहने वाला है। 24 साल उसकी उम्र है एंड ही इज़ अ सीरियल किलर। 1150 डीएनएस की प्रोफाइलिंग हुई,
1150 जब 1150 डीएनए की प्रोफाइलिंग हुई तो उसमें ये दरिंदा वो सामने आया और उसकी डीएनए मैचिंग 100% क्राइम सीन से जो मिले थे अज्जा। دوستان این پرونده از این نظر هم خیلی مهمه که به خاطر اینکه داستان زینب انصاری باعث شد یک قانون خیلی مهمی توی پاکستان تصویب بشه. اونم این بوده که وقتی کودکی مفقود میشه در عرض 2 ساعت سریع باید پلیسا برن دنبالش بگردن، نباید 24 ساعت صبر بکنن، نهایتاً تا 2 ساعت. و مهمتر از همه این که اعدام بی قید و شرط گذاشتند برای قاتلین کودک و این ماده قانونی که تصویب شد واقعا خیلی مهم بود. خب دوستان، من انقدر سر این پرونده عصبانی شدم. واقعا کی میخوان بعضی پدر و مادر رو بفهمن که بچه که به دنیا میارین یک مسئولیتی به عهده شماست، به گردن شماست. یعنی چی که هر جا که کار دارین یا مسافرت میخواین برین برای خودتون بچه کوچیکتون رو میسپارین دست اقوام و خانواده و میرین برای خودتون، حالا تا کی بخواین برگردین. و این بچه کوچیکی که کاملا مشخص بوده حتی آموزشی هم ندیده بودند از سمت پدر و مادر و مدرسهشون که بهشون بگن به حرف غریبه نباید گوش بکنین، نباید اعتماد بکنین. چرا وقتی اون مردک اومد به زینب گفت بیا ببرمت پیش پدر و مادرت، زینب انقدر سریع باید قبول کنه و اعتماد بکنه و باش بره؟ در صورتی که اگر از قبل پدر و مادر زینب بهش آموزش میدادن که دخترم تحت هیچ شرایطی برف هیچ غریبه‌ای توی خیابون گوش نمی‌کنی، هیچ جا باشون نمیری، دستشون رو نمیگیری و سریع از اونجا دور میشی. به جای اینکه اینا رو بهش بگن، اصلا هیچی به هیچ، این تربیت بچه رو کاملا بعضی خانواده کنسل میکنن، اصلا مهم نیست براشون. و مطمئنم اون بچه‌ای هم که قبل از زینب توسط این آدم روبوده شده بودند و به قتل رسیده بودند، همین جوری بودن دیگه، احتمالاً برای خودشون داشتن ول میچرخیدن تو کوچه، تو 10 تا کوچه اونورتر، تو 10 تا محله پایینتر بالاتر و بدون اینکه کسی بالا سرشون باشه. به خاطر اینکه مهم نیست چه فاصله‌ای میخواد باشه، اون فاصله‌ای که بچه از خانواده‌اش داره و ازشون دوره، اگر به میزانی هست که یک غریبه اون فرصت رو مقتنم میشماره و میاد و میتونه این بچه رو به خودش ببره، اونجا یک ایراد خیلی بزرگ است. بچه کوچیک اصلاً حتی نباید 1 ثانیه از جلو چشم بزرگترشون دور بمونن. خب دوستان، چیز بیشتری دیگه نمیشه راجع به این پرونده گفت. اگر نظری دارین توی بخش کامنت ها منتظرتون هستیم که با هم تعامل داشته باشیم. برای دوستانی که دفعه اولشون وارد کانال ما میشن، اگر از نوع روایت من خوشتون اومده خوشحال میشیم سابسکرایب کنید. اگر لایک هم بکنید بیشتر خوشحال میشیم. زنگوله رو هم بزنید که وقتی پرونده جدید آپلود میشه مطلع بشین. مثل همیشه که میگم در امنیت کامل باشین، مراقب خودتون و عزیزانتون باشین تا پرونده بعدی. خدایا رو نگهدارتون. فعلا.